چیزی که میزنی میگی اتکلون؟ بیا تا فرق بین عطر و اتکلون رو بهت توضیح بدم. این عطره یه ماده خوشبو وارداتی که معمولاً هم توی این قوطی‌های فلزی نگهداری میشه. ما به هر 5 تای اینا میگیم عطر. حالا فرقشون با هم چیه؟ لیوان اول حدود 5% عطر داخلشه. ما بقیش محلول عطرسازی اودوکلون حدود 1 ساعت ماندگاری داره. لیوان دوم با حدود 10% عطر که بهش میگیم ادوتویلت حدود 2 تا 3 ساعت ماندگاری داره. اکثر عطرهای موجود در بازار از این نسخه است. بهش میگن ادو پرفیوم که تقریباً حدود 20% عطر داره. حدود 5 تا 6 ساعت ماندگاری داره. لیوان چهارم با حدود 30% عطر بهش میگیم پارفوم یا پرفیوم که حدود 7 تا 8 ساعت ماندگاری داره. اما لیوان پنجم که خدای پخش بو و ماندگاری هستش که بهش میگن اکسترا پرفیوم، حاوی 50 تا 70% عطره و حداقل 12 ساعت ماندگاری داره که تو مجموعه ما اکثر عطرها از این نسخه هستن.